مقامات ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان قانونی بودن ساختمان خانه‌هایی را تحقیق می‌کنند که 500 متر دورتر از خط مرز و در منطقه‌های تیررس با افغانستان ساخته شدند. بعد نزدیک آمدن طالبان به سرحد تاجیکستان در سال گذشته، دادستانی کل امر داده است ساختمان این خانه‌ها تحقیق شوند، چون بر اساس قانون منزل استقامتی باید حداقل 2 کیلومتر دورتر از سرحد باشد. دادستانی فرخار میگوید بعد از آموزش همه‌جانبه حکومت تاجیکستان تصمیم میگیرد که این خانه ها باید بمانند یا ساکنانشان از مرز دورتر بکوچند. از روی معلومات امروز 110 نفر ساکن در خط سرحدی خانه استقامتی دارند. حاضر وابسته به داشتن اجازه است، داشتن حجت رسمی یا با کدام راه واسطه خانه استقامتی ساخته است. من چی گونه اساس ها در دست دولت امروز ما سنجیده شدیم تا خود بود کردگی نیستیم. پیش اینکه یک اخبارات را کردیم حاضر فقط 43 نفر مورد شد. از این 110 نفری که از روی معلومات پیکر در دست ما هست، ما اخبارات میکنیم، بعد با مقامات بالای ارسال میکنیم، مقامات میکنیم با حکومت جمهوری مسئله از خط سرحدی برآوردن شهر حال این خانه‌های بزرگ را ساکنان جماعتی در قده ناحیه فرخار بعد سال 2005 بعد از آن ساختند که مرزبانان روس از سرحد تاجیکستان و افغانستان رفتند. بعضی از ساکنان به رادیو آزادی گفتند حتی چند خانه در زیر سیمخوارهای مرز ساخته شدند، ولی مقامات تا حال در این باره چیزی نمی گفتند. خود ساکنان هم خود سرانه ساختن خانه در نزد سرحد را اعتراف کردند. بعضی دیگرش گفتند که اجازه مقامات محلی را گرفتند. حالا معلوم نیست در صورت کوچانیدن ساکنان پول خانه‌سازی از کدام حساب می شود، از حساب حکومت یا مردم محل. ساکنانی در قد می گویند اهالی را باید از پیش آگاه می کردند که ساختن خانه در خط مرز یک کشور نارام درست نیست، ولی اکنون با وجود تهدیدهای امنیتی این ساکنان مایل به ترک خانه های نیستند که با عذاب و مشقت زیاد ساختند. تاجیکستان با افغانستان مرز 1300 کیلومتری دارد و ناحیه فرخار با ولایت کندوز هم سرحد است که سال گذشته برای مدت به دست طالبان و شریکان خارجیشان گذشت و ساکنان فرخار و تمام تاجیکستان را به اضطراب انداخت. ما وقتی که علاقه چه بمبی خطر شد، ما همون از دستای تحریک مخصوص و کل سالا کردیم، روان کردیم. 25 نفر ناحیه فرخار، 25 نفر همدانی و غیر از این حساب هیئت شخصی همون ناحیه سرحد مستقر که همون از طرف افغانستان طالبان سرحد ما عبور کردن نگذارند. با همین خطیب ایستادن، تایید کردن و نگذاشتن ما که علاقه در روز دیگر ما حکومت افغانستان خودش و مثلا شوروی عملیات گذراندن و نیست کردن خیلی مشکل